بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. از کتاب کبائر، گناهان کبیره، از امام ذهبی رحمت الله علیه ما از این کتاب مبارک در کبیره چهارم، گناه کبیره چهارم قرار داشتیم که عقوبت بینماز، عذاب بینماز یا که عذاب آن کسانی که اصلا نماز را به تأخیر می اندازند در درس گذشته صحبت کردیم. امروز فصل نوی که در اینجا ذکر می نماید فصل عقوبت تارک جماعه، عقوبت آن کسی که نمازهای جماعت را ترک می نماید. شیخ ابن باز رحمت الله علیه فرمودند که در بیان این کلمات که عقوبت آن کسانی که جماعت را ترک می نمایند، الواجب علی المسلمین ان یتقی الله، واجب است بر مسلمان اینکه از پروردگار خویش بترسد، و ان یصلی فی الجماعه، اینکه نماز را با جماعت در جماعت ادا نماید، چون که نماز با جماعت در خانه های الله سبحانه و تعالی این امر لازمی هست و این سخن درست است که بر این محققان از اهل علم گواه هستند و این آنچه است که سنت بر آن دلالت می نماید و از رسول الله ثابت شده است که فرمود من سمع المنادی، هر کسی که ندا کننده را شنید و چیز او را و هر کسی که صدای ندا کننده را شنید و چیز او را من نکرد از رفتنش با اجابت این صدا کننده، نه که مؤذن، مگر عذر، چیز او را من نکرد مگر عذر. قالوا ما عذر، گفتن عذر چیست؟ قال خوف او المرض، خوف ترس یا که بیماری، و نماز او درست نمیشد حتی اینکه نماز را با جماعت بخواند. و در صحیح مسلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است یک مردی که اصلا کور بود، نابینا بود، از او رسول الله اجازه پرسید، گفت ای رسول الله، برای من کسی نیست که من را بر مسجد بیارد؟ آیا برای من رخصتی هست که من نماز در خانه بخوانم؟ قال له، رسول الله برای او فرمود هل تسمع نداء بالصلاه، آیا ندای نماز را میشنوی؟ قال نعم، گفت بله. قال فعجب، پس اجابت نمود. بر او اجازه نداد حتی اینکه نماز را در خانه بخواند، بلکه امر کرد که نماز را در مسجد بخواند، حتی اینکه کور هم بود، کسی نبود که او را راهنمایی کند. پس چگونه به حال آن کسی که توانا است، قادر است و عذری هم ندارد از نماز جماعت تأخیر نماید؟ پس امر این خطرناک است. واجب بر هر مؤمن است که نماز را با جماعت در جماعت بخواند و از پروردگار خویش بترسد. فصل فی عقوبت تارک الصلاه، فصل در بیان عاقبت ترک کننده نماز جماعت مع قدره، با اینکه توانی آن را دارد. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره قلم، استعیذ بالله، یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، و آن روز که پروردگار ساق خود را برهنه میکند و مردم را به سوی سجده نمودن امر میفرماید، فلا یستطیعون، که دیگر آنها سجده کرده هم نمیتوانند. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله، آن هنگام، آن روز، چشمان آنها در ترس و دهشت است و خاروی ذلیلی بر آنها نهفته است. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، در حالی که آنها در این دنیا به سوی سجده، به سوی الله سبحانه و تعالی، به سوی نماز او امر میشدند، دعوت میشدند، آنها نمیپذیرفتند در حالی که سالم بودند. امروز خاری و ذلیلی برای آنها خواهد بود. و ذلک یوم القیامت یغشاهم ذل و ندم، این از همان روز قیامت که آنها را خاری و ذلیلی و ندامت فرا میگیرد. و قد کان فی الدنیا یدعون الی السجود، چون در دنیا به سوی نماز، به سوی سجده دعوت میشدند ولیکن نمیپذیرفتند. ابراهیم تیمی میفرماید که یعنی الی الصلاه المکتوبه بالاذان والاقامه، یعنی به سوی نمازهای 5 وقته با اذان و اقامت هر در یک روز 5 بار دعوت میشدند ولیکن نمیپذیرفتند. قال سعید بن مسیب میفرماید که كانوا يسمعون حتى حي على الصلاه، آنها ندا به سوی نماز را که به سوی نماز بیایید، حي على الفلاح، به سوی نجات و کامیابی بیایید، فلا یجیبون، اجابت نمیکردند. اینها آن کسانی هستند که سالم بودند ولیکن بر اجابت پروردگار نپذیرفتند. قال کعب الاحبار میفرماید که والله ما نزلت هذه الايه الا، والله این آیت نازل نشده است مگر در حق آن کسانی که جماعت رو ترک می‌نمایند. پس چی وعید سخت‌تر و بالغ‌تر از ترک نماز جماعت، با اینکه انسان قدرت و توانی جماعت رفتن هم دارد. اما از سنت در صحیحین، در صحیح بخاری و مسلم،
از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است، حدیث ابی هریره است که فرمود لقد هممت ان امر بالصلاه، من خواستم که امر بر نماز کرده شود و تقام ثم امر رجلا، پس یک مرد را امر نمایم که نماز مردم را بخواند، ثم انطلق معی برجال، پس من با مردان از اصحابم بیروم، معهم عزم من حطبی، با همراه آنها چوب هست، به سوی قوم‌هایی که نماز جماعت را حاضر نمیشوند، اینکه خانه‌های آنها را در بدهم به آتش. رسول الله در اینجا وعید شدید را برای کسانی که ترک جماعت می‌نمایند ذکر کردند که یک کسی را امر نمایم که اقامت را بگوید و نماز را بخوانند و سپس من با همراه مردم میرفته خانه‌های آن مردمی که نماز جماعت را حاضر نمیشوند در بدهم. ولی که رسول الله این کار را انجام دادن به خاطر اینکه در آن خانه‌ها زنها و کودکان است، برای آنها فرض نیست نماز جماعت، و آنها را وعید کردند که خانه‌های آنها را در میگیراند، چون این بیانگر آن است که نماز جماعت واجب است، و این کار را نکردن چون در خانه‌ها زنان و کودکان است. و در صحیح مسلم یک مرد کوری نزد رسول الله آمد، گفت ای رسول الله لیس لی قاعد یقودون الی مسجد، برای من کسی نیست که مرا به سوی مسجد ببرد. از رسول الله پرسید این مرد که برای من رخصت بده که من نماز در خانه بخوانم. وقتی که این مرد برمیگشت به سوی خانه خود، او را پرسید که آیا صدای ندای اذان را میشنوی؟ گفت بله. پس گفت اجابت نما. و روایت ابی داود است از عمرو ابن مکتوم نزد رسول الله آمد، گفت ای رسول الله که در مدینه بسیار از درنده هاست و من نابینا هستم، خانه من دور است و برای من کسی نیست که من را بر مسجد بیارد، آیا برای من رخصت هست که من نماز در خانه بخوانم؟ گفت آیا ندای اذان را میشنوی؟ گفت بله. پس گفت اجابت نما، من برای تو دیگر رخصت هم نمییابم، نمیدونم. در روایت ابی داود که البانی صحیح گفتن حدیث رو، مردی که اصلا نابینا بود، مشقت رو در راه رفتن میدونست برای مسجد و کسی نیست که او را بر مسجد ببرد، الا بر این رسول الله برای او رخصت ندونست و گفت که نماز را با مردم در جماعت بخوان. برای همین از ابن عباس رضی الله عنهما هنگامی که پرسیده شد که مردی که روز را روزه می‌دارد و شب زینه‌داری میکند ولی که با جماعت نماز نمیخواند، گفت که این مات علی هذا و هو فی النار، اگر به این حال بمیرد در آتش است. روایت ترمذی است ولی که البانی این حدیث رو ضعیف. از ابی هریره رضی الله عنه روایت گفتن که بر گوش انسان یک چیز آب شده ریخته شود، یک تیر آب شده جوش ریخته شود، برای او بهتر است اینکه ندای اذان را شنوده اجابت نکند. و همچنین یک روایت شده است از ابن عباس که فرمودند که در روایت ابی داود و ابن ماجه است و ابن حبان و البانی صحیح گفتن این حدیث رو که هر کسی ندای اذان را شنید، من سمع منادی، کسی که ندا کننده را شنید بر سوی نماز و چیز او را من نکرد از رفتن به نماز مگر عذر. گفتن که عذر چی است ای رسول الله؟ گفت که ترس یا که بیماری. و فرمودن در ادامه حدیث که لم تقبل منه الصلاه، از اون نماز پذیرفته نمیشود حتی اینکه آن را ادا نماید. التي صلى یعنی در خانه، آن نماز در خانه خوانده شد از او پذیرفته نمیشود. و حکیم در مستدرک از ابن عباس و همچنین روایت دیگه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که سه نفری هست که آنها در لعنت الله گرفتار شده هستند، کسی که امامتی قومی را نماید که اصلا آنها بعدشون میآید نمیخواهند، و زنی که شب در خانه شوهرش خواب رفت و در واقع شوهرش بر او در حال غضب است، شوهرش بر او غضب کرده است و زن خواب است، اینکه شوهرش روزی نکرده است هم گونه خواب رفته است. دوم شخص و مردی که ندای اذان را میشنود و ندای به سوی نماز بیاید حی علی الصلاه و به سوی نجات بیاید حی علی الفلاح میشنود و ولیکن آن را اجابت نمیکند. روایت ترمذی است ولیکن البانی حدیث را ضعیف. از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت است هیچ نمازی نیست در همسایه مسجد مگر در مسجد. برای گفته شد همسایه مسجد کی است؟ گفت کسی که ندای اذان را میشنود. در روایت ابن ابی شیبه و بخاری در صحیحش از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است گفته فرمودند و هر کسی که بخواهد که پروردگار را در روز قیامت مسلمان وا بخورد، پس این بر این نمازهای 5 وقته حفظ نماید، آن نمازهای 5 وقته که ندا کننده ندا میکند به درستی که الله بر پیامبر شما این سنت هدایت را بخشیده است و این از سنت های هدایت است. اگر شما نماز را در خانه های خود میخوانید چگونه که این شخص متخلف در خانه اش میخواند، شما سنت پیامبر خود را ترک کردید. اگر شما سنت پیامبرتون را ترک کردید گمراه شدید. ولقد رأیتونا و ما يتخلف عنها الا منافق معلوم نفاق میگفتند. ما در عهد پیامبر در زمان خود هیچ کسی را نمیدیدیم که نماز جماعت را ترک نماید مگر اینکه شخص منافق است که نفاقش معلوم است یا شخص بیمار.
و ربیع ابن خیثم که فلج شده بود خود را کشان به سوی نماز می‌برد و از او پرسیده میشد که ای ابو محمد برای تو شریعت رخصت داده است که نماز در خانه بخونی، تو معذور هستی، پس چرا خود رو این قدر مشقت میدی به سوی نماز میروی؟ فیقول پس میگفت ولیکن اسمع المؤذن، هنگام مؤذن میشنوم یقول میگوید که به سوی نماز بیایید، به سوی نجات بیایید. هر کسی که بیتواند این ندای اذان را که به سوی نماز بیایید به سوی نجات بیایید اگر بیتواند که اون را اجابت نماید، اگر خود را کشیده هم اجابت نماید پس اجابت نماید. این گونه جواب داد. قال حاتم الاصم فرمود روز از روزها نماز جماعت از من فوت شد. ابو اسحاق البخاری بر من عزاداری کرد. وقتی نماز جماعت از من فوت شد ابو اسحاق بخاری بر من عزاداری کرد. تنها یک نفر اومد به من عزاداری کرد. ولیکن میگوید اگر که فرزند من وفات میکرد 10,000 بر من عزاداری میکردند، چون مصیبت دین در نزد مردم آسانتر است از مصیبت دنیا دیده. واقعا کسی امروز به دین تو پروایی ندارد، ولی که در دنیای تو همه با پروا هستند. و بعضی از سلف میگفتند که هیچ کسی نماز جماعت از او فوت نمیشد مگر اینکه بر گناه مبتلا شده بود. ابن عمر فرمودند که خرج عمر یوما الی حائط له، عمر روز به یک دیواری که از او بود رفت و برگشت در حالی که مردم نماز عصر رو الکی خوانده بودند. عمر گفت ان لله و انا الیه راجعون، کلمه که هنگام مصیبت گفته می شود، در عزاداری گفته می شود، ما از الله هستیم واسه الله باز میگردیم. فاتتنی صلاه العصر فی جماع، نماز عصر در جماعت از من فوت شد، من شما را شاهد میگیرم که این دیواری که از من بود این رو من به مسکینان صدقه کردم تا این کفاره من بشود. یک نماز از او فوت شد. هنگامی که عمر رضی الله عنه این دیوار رو بر اطراف این بوستان که در داخل آن از خرماها بود، همه آن را به خاطر اینکه او را باز داشت از نماز عصر، همه او را ترک کرد، همه او را بر مسکین ها و بیچارگان صدقه نمود. انسان تلاش نماید که خاصات نماز خفتن و نماز فجر را ادا نماید، چون رسول الله فرمود که ان هاتین الصلاتین اثقل الصلاه علی المنافقین، چون این دو نماز خفتن و نماز فجر ثقیل‌تر و عظیم‌ترین نماز بر منافقان است. ولو یعلمون ما فیهما من الاجر، اگر آنها میدونستند که چی اجر عظیمی در این نماز خفتن نماز فجر است، لاتوهما ولو حبوا، خود را حتی کشان بر سوی جماعت می آوردند. در روایت بخاری و مسلم است از حدیث ابی هریره از عبیدالله ابن عمرو القواریری رحمه الله روایت است، گفت هیچ وقت نماز خفتن از من فوت نمیشد در جماعت، هیچ وقت نماز خفتن از من در جماعت فوت نمیشد. شب از شبها برای من یک مهمان آمد، با سبب آن مهمان من مشغول شدم و نماز خفتن در جماعت از من فوت شد و برآمدم طلب میکردم نماز را در مسجدهای بصره و دیدم که تمام مردم نماز را ادا کردن، از نماز فارغ شدند و واسه مسجد بسته شده است، واسه خانه برگشتم. سپس میگه واسه خود گفتم که در حدیث وارد شده است که نماز جماعت از نماز تنها گزار داده 27 درجه زیادتر است. پس نماز جماعت، اگر کسی که نماز جماعت را با جماعت خوان، گویا این که نماز خفتن را 27 مرتبه خواند. میگوید که سپس من بر خانه برگشتم، این نماز خفتن را 27 بار خواندم، سپس خواب رفتم در خواب دیدم که من با همراهی قوم هستم که آنها بر بالای اسب‌های سوار هستند و من هم بر بالای اسب سوار هستم و ما مسابقه میکردیم و من باشد اسبم را میدواندم ولیکن به آنها نمیرسیدم، اسبم را هر قدری که میدوانیدم به آنها نمیرسیدند. یکی از آنها با سوی من برگشت و بر من گفت اسبت را دیگر به تشویش نآور، اسبت را دیگر خسته نکن، چون که تو با ما نمیرسی. میگه اسبت گفتم برای چی؟ میگه گفت که من نماز جماعت را، نماز خفتن با جماعت ادا کردیم، تو باشی تنها خواندی آن را و تمام شد و با خود آمد و من این هنگام غمگین شدم، غم وجود من را فرا گرفت و از الله کمک خواستم و توفیق خواستم، به درستی او کریم است. شیخ عبدالعزیز ندوز رحمت الله علیه میفرماید که نماز شأن عظیمی دارد، چی صبح، چی پیشین، چی عصر، چی مغرب و چی خفتن باشد، ولی که نماز صبح خاصیت های خاص خود را دارد، چون در آخر شب قرار گرفته است. انسان از حلاوت خواب میخیزد، در تابستان، در زمستان، در خنکی و سردی و گرما برای انسان وزنی می آید، تنبلی می آید، ولی که میخیزد و آن را ادا می نماید. برای همین این نماز که در حدیث گفتیم، این دو نماز وزنین ترین نماز بر منافقان است، برای مانندی به اهل نفاق نمود تاکید شد. واجب است بر مؤمن اهمیت بدهد این نماز را که بر منافقان مانند نشود و بر او جایز است این نماز را ترک نماید حتی اینکه آفتاب برآید، چون یک بعضی از مردم بعضی از خواب خیستن میخیزند و آفتاب برآمد سپس آن را ادا نمایند. این یک منکر عظیم است، این یک شر بزرگ است. واجب است
بر صاحبش که این کار انجام میدهد از الله بترسد و تقوا و پرهیزگاری نماید و توبه نماید و نماز را در وقت ادا نماید با جماعت در مساجد الله سبحانه و تعالی، چون از بزرگترین واجبات است. واجب است که توبه نماید. اگر هر کسی که نماز رو ترک نمود بر او توبه داده می شود، اگر توبه نکرد کشته می شود. تمام مذاهب چهارگانه برای این اتفاق دارند. هر کسی نماز رو ترک کرده حتی وقتی ببراید بلکه در نزد جمیع اهل علم انسان کافر می شود اگر قصدا این کار رو انجام بدهد. از الله سبحانه و تعالی برای تمام مؤمنان هدایت و سلامت می‌خواهیم و توفیق. اما در باب ترک کردن نماز درس گذشته ما بیان کرده بود، بس آن باز بگردید و عقوبت آن و این موضوع را هم با آن پیوست نمایید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.